با سلام. قیام عراق پرقدرت‌تر از قبل بازگشت. اونقدر قدرتمند که حتی تیوی ریش هم دیگه نمیتونست روزه آرامش براش بخونه. دور جدید قیام عراق که با نام انقلاب اکتبر هم شناخته میشه، از روز 25 اکتبر شروع شد. خبرنگار تلویزیون آخوندی در عراق هم این بار سریع یک سلفی با صحنه‌های قیام گرفت که دیگه بهش نگن از ماجرا پرت بودی و چرا با خودت این کارو میکنی. میدان التحریر بغداد در حال حاضر صحنه درگیری میان تظاهر کنندگان با نیروهای امنیتی عراقی است. تظاهر کنندگانی که سعی دارند با عبور از این پل خودش رو به منطقه سبز برسونن، اما نیروهای نظامی نمیخوان که تظاهر کنندگان به منطقه سبز برسن. بعدش ولی ظاهراً یقش رو گرفتن که تبلیغ قیامو کردی و از این غلطا به تو نیومد و وقتی شرایط قیامیه اصلا از تو تصویر نخواستیم، فقط صوتی برامون ببند، که گزارش بعدیش اینطوری شد. در خبرها داشتیم که آرامش نسبی به عراق بازگشته. از نیمه شب گذشته آرامش نسبی به بغداد و برخی استانهای جنوبی عراق بازگشته. امروز هم قرار، همونطوری که شما اشاره کردین، ظهر امروز هم قرار مجلس عراق در نشستی فوق‌العاده درخواست‌های مشروع و به حق تظاهر کنندگان رو بررسی کنه و بعد از اون هم نشست ویژه‌ای با نخست وزیر، یعنی ریاست مجلس، با نخست وزیر و رئیس جمهور عراق هم تشکیل بدن تا آخرین تحولات این کشور رو بررسی کنن، به خصوص تحولاتی که برخی از افراد با سوء استفاده از تظاهرات در برخی استانها انجام دادن. اونها در پوشش تظاهراتی که در افراد سودی اومدن و یکی در افراد بیگناه رو در برخی استانهای عراق به قتل رسوندن و برخی اداره ها رو هم به آتش کشیدن که ستاد عملیات مشترک عراق هم در اطلاعیه‌ای نسبت به این موضوع هشدار داده. متاسفانه در عراق چیزی که طی چند روز گذشته بود، سوء استفاده برخی طرف‌های خارجی از تظاهرات‌های مشروع دولت و ملت عراق بود. تظاهراتی که هم مرجعیت عراق حامی اون بود و هم دولت. ببخشید چی گفتین؟ تظاهرات دولت؟ تظاهرات‌های مشروع دولت عراق بود. تظاهراتی که هم مرجعیت عراق حامی اون بود و هم دولت اومده شده صاحب تظاهرات گذاشته برای سرنگونی خودش. این خودش تو عراق داره این گزارش رو میده یا از قرقیزستان داره میبافه؟ ببین تو اگه فقط یکی از این فیلم‌های تظاهرات عراق رو دیده باشی، کل تظاهرات برای سرنگونی همین دولته. حتی اگر عربی هم نمیفهمیدی، پلاکارد فارسی هم دستشون گرفتن. ما میخواهیم سیستم را براندازیم. این میل بافتنی تو عوض کن. تظاهر کنندگان مسالمت آمیز به این موضوع پی بردن و از نیمه شب گذشته تظاهرات خود رو کم کردن و از امروز قراره در برخی اماکن فقط تحسن کنن تا راه رو برای سوء استفاده کنندگان، برای کسایی که دنبال ناامنی هستن، قطع کنن مسیرش رو انشاءالله. حالا اینو داره کی میگه؟ صبح روز 4 آبان، همون روزه اول تظاهرات. اما ببینید که جوانان شورشی عراقی همون روز چه قیامتی کردند که غروب 4 آبان شبکه آخوندی که هر روز قرص آرامش به ولی فقیه میداد، یک دفعه خبر داد که آقا تب عراق بالا رفته. فرصت طلبی آشوبگران در میانی اعتراضات آرام مردمی چند شهر عراق رو ناآرام کرد. در عراق اگه مهار نشه، فضای عراق به سمت جنگ داخلی و تبدیل شدن به سوریه دوم پیش میره. از اینجا به بعد تبلیغات آخوندی که دیگه نمیتونست روی قیام عراق رو بپوشونه، رفت تو خط مظلوم نمایی که یکی بیاد دولت دستشاندش رو نجات بده. که چی شده؟ مردم عراق با RPG حمله کردن. اعتراض مسالمت آمیز مردم دیوانی عراق از اون سلاح‌های نیمه سنگین مشخص است. سلاح‌ها رو می‌بینید دیگه. این مردمی و کاملا مسالمت آمیزه. نامردید فکر کنید آمریکایی‌ها و سعودی‌ها نقشی دارن در اعتراضات مسالمت آمیز مردم. آخ بمیرم، تفلک دولت عراق این همه خدمات داره به مردم میده، با ماشین آبپاش، با گلوله‌های جنگی، با گاز اشک‌آور، با تک‌تیرانداز، ولی RPG دست جوانان شورشی عراقیه. فقط این سوال باقیه که پس چرا تا الان آمار کشته شدگان بیش از 300 کشته و 12,000 مجروح در سمت مردم عراقه؟ شما صحنه ندا
سلطان در ایران که یه عنوان کشته سازی برای تحریک مردم هست رو میبینید که ما توی 88 داشتیم. عین همین صحنه رو چون اونجا هم برای تحریک مردم و غلیان احساسات مردم نیاز به همین پروژه دارن. با اینکه دولت اعلام میکنه حتی ارتشی‌هاش و نیروی مبارزه با تروریسم بدون سلاح در بین مردم میاد فقط مواظبت بکنه تظاهرات مردم رو، میبینیم که کشته سازی اونجا هم راه میفته. یه جوری از کشته سازی صحبت میکنه که انگار پیمانکار آورده بودن اونجا مثل برج و ویلا کشته میساختند. بعد نیروهای امنیتی و تکتیراندازها و نقابدارهای مسلح اونجا چیکار میکردن پس؟ حتما میخواستن مجروحین رو مداوا کنند. ولی از این صحنه فیلمش هم هستا. از کدوم صحنه؟ از کشته سازی. چی؟ فیلم مستند؟ نه، قلاده‌های طلا. وای عجب طبیعی بود، خیلی طبیعی بود. یعنی همینطوری یکی توی جمعیت می اومد کنار اون یکی یه گلوله میزد و اون لحظه همه داشتن اون رو نگاه میکردن. یعنی این همه خلاقیت شما از کجا میارید؟ ولی خب طرف مدعیه که با این سناریو تو عراق 300 تا رو کشته سازی کردند. البته باز خوبه که این بار به دلیل ابعاد قیام عراق دیگه نتونستن کشته ها رو بپوشونن و تا اینجاش رو پذیرفتن که یک ناآرامی هایی بوده که چند نفرم توش کشته شدند. مدیوم دوباره. اما این بار به جای روزه آرامش سوزنشون روی مسالمت آمیز گیر کرد. یعنی تظاهرات که دیگه از دستمون در رفت ولش کن، ولی تأکید موکد داره که حتما باید مسالمت آمیز باشه. سرلشکر عبدالکریم هم گفت ما خواهان تظاهرات مسالمت آمیز هستیم. شرکت کنندگان در این تجمع درباره مسالمت آمیز بودن تجمع‌ها تاکید کردند. معترضان بر پایبندی به این راهنمودها مبنی بر مسالمت آمیز بودن تظاهرات تاکید کردند. بصره در جنوب عراق هم شاهد برگزاری تظاهرات گسترده بود. بحث مسالمت آمیز بودن تظاهرات در بغداد وجود داره، در کربلا، در استان زیغار. مسالمت آمیز بودن این تظاهرات ها رو هم ما در چند روز اخیر کاملا شاهد بودیم. این تظاهرات ها باید مسالمت آمیز باشه. نیروهای نظامی هم هوشیارن و نمیخوایم که دشمنان تظاهر کننده مسالمت آمیز و دشمنان دولت کنونی عراق به اهدافشون برسن انشالله. مسالمت آمیز، مسالمت آمیز، مسالمت آمیز. بیا تازه چیزی هم بدهکار شدیم. نه که تا الان ماشین آبپاش و تکتیر و کلاش و رگباری بیکیسی دست تظاهر کننده ها بود. الان نیروهای نظامی اومدن کنارشون وایستادن که یه موقع دست از پا خطا نکنند. ببین آخه این جوونا مگه چی دستشونه؟ زرهیشون که توک توکه، سلاحشون هم دمپایی. از این حرکت مسالمت آمیزتر دیگه چه حرکتی بکنن؟ البته خبرنگار تیوی ریش از این صحنه‌های مسالمت آمیز هیچ تصویری پخش نمی‌کنه، وگرنه که مردم عراق تمام اقداماتشون مسالمت آمیزه. با دمپایی عکس خامنه و قاسم سلیمانی رو نوازش میکنن، عکس خمینی و خامنه‌ای رو میذارن زیر کفششون و دور هم جمع میشن شعار ایران بره بره میدن. شما اگر ادعاتون میشه که خیلی طرفدار مسالمت هستید، همین صحنه‌های مسالمت آمیز رو بی زحمت پخش کنید تا من بهت بگم. خبرنگار تلویزیون آخوندی به جای اینکه مثل تمام خبرگزاری‌های دنیا این صحنه‌ها رو بگیره، دوربینش رو برده به یک جایی که یک صحنه سازی رو بگیره
بعدم شاکیه که چرا هیچ کس دیگه نمیاد از این صحنه فیلم بگیره. این تصویری از به آتش کشیده شدن پرچم‌های آمریکا و اسرائیل در میدان التحریر بغداد است که خیلی از خبرگزاری‌های خارجی روی آن مانور ندادند تا وجهه تظاهرات‌ها را آنطور که خود می‌خواهند سوق دهند و بگویند تظاهرات‌های عراق فقط بعد اختلافات داخلی دارد نه ضد آمریکایی، همان گونه که خود ترامپ هم در 2 توییت جداگانه از حمله یک عده به کنسولگری ایران در کربلا ابراز خوشحالی کرده و انگار آن را یک پیروزی بزرگ برای آمریکا می‌داند. ببین ملت دارن همه جا شعار علیه رژیم ایران میدن، از میسان تا کربلا، تا بصره، بغداد، از بچه کوچیک تا جوون رشید دارن عکس خامنه رو پاره میکنن. از کنسولگری رژیم ایران در بصره تا کنسولگریش در کربلا همه جا دارن علیه رژیم ایران شعار میدن. بعد تو میگی خبرگزاری‌های خارجی میخوان وجه تظاهرات را سوق بدن؟ ببین من موندم چقدر بهت پول میدن که این بلا رو سر خودت بیاری. بعدش هم ملت عراق چند تا خواسته روشن دارن که توی همه شعارهاشون هم هست. یکیش اینه که ملت خواهان محاکمه چند نفر هستن. شعب نشر الشعب اهم المطلوبين للشعب العراقي حلبوسي صالح قناص سارق اموال الشعب ابو مهدي المهندس هادي العامري من بعد قيس الخزعلي. اگر طرف مقابل هم خواهان مسالمته، خب خیلی ساده است. خامنه و قاسم سلیمانی دومشون رو بدارن روی کولشون و همراه با همه نوکر و نوچه هاشون فلنگ رو ببندن و از عراق برن. والا بسیط، به همین سادگی. ولی اگر طرف مقابل میخواد تک تیرانداز بیاره و مردم رو بزنه، دیگه انتظار نداشته باش که هم صاف وایسن نگاه کنن. اون وقتی که باید جلسه ختم بگیری براش. مراسم تشییع پیکر شهید وسام الاولیاوی در بغداد برگزار شد. 2 روز پیش آشوبگران در عراق آمبولانس حامل وسام الاولیاوی و برادرش را به آتش کشیدند که هر دو برادر به شهادت رسیدند. بله، خشم ملت این روزها ترس رو به جون خیلیا انداخته، چون همه جانیان حاکم باید این قانون سرسخت تاریخ رو توی کلشون کنن که به هیچ ملتی نمیشه تا ابد زور گفت. بالاخره روزی میرسه که ملت آسی مشت رو با مشت، گلوله رو با گلوله و آتش رو در جواب آتش خواهند داد و اون روز دور نیست. خدا نگهدار.